بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خندان، جوانای محترم، نوسک و حواسک های خندی و باش، زنده و سربلند باشید. خب حاضر نوار کردن هستم آیدی نمازی تهجد 3:54 پنجشنبه پنیدلی 13 نوامبر 3:54 13 نوامبر ساعت 3 شب. خیلی اسمی نوار کردم، نمیدونم. گفتم پدرم ارقواریم چی مخی میخوام نوار کنم، میخوام بفهمونم، میخوام اقلا یک سخنی خوب بگم برای مخلصان. دل شب دل بنده مومن، دل قرآن یک جا شود، وعده الله پاک دعا قبول میشه. نماز تهجد ما رکلام میکنم، نماز تهجد رکلام میکنم که شما را بخونید. من هر یک فرد مسلمان با شما توصیه میکنم. ای بیمارم میدونید شما بیمارم کو ولی صنف یک نو رفته، پدر و مادرتون نماز و روزه و همه چیز میفهمونتون، حجت نیست به فهموندن من. نه که شما یک چی میگن که بابا برا نماز بخون، برا نماز بخون. من نماز برای خود میخونم، برای تو میخونم، برای خود میخونم. نه ساعت 3 شب خیلی نماز تهجد خوندی، خیلی دعا کردی. دعا را بگو، دعا در رک خدا کن. اللهم اغفر لی ولی والدای، پدر و مادر، رق زن و فرزند، در رق وطن، در رق برادرای فلسطین. شما چی میگین و خیلی من نمیدونی که کمیتر قبیه مینیسی بخیر که خیلی درو کرد میخونترم میترا نمیگون که ای پود بلوی گور، ای بومبور، ای برا نماز خون. ترا بخیر از ساعت 3 شب بیدور میشه که پشت غلط میره سر تای کرپا میکنی، میخیزی خیلی نوست میکشی، سیگارت میکشی، کاری خیلی توخی نوست میکشی، سیگارت میکشی، چکار میکنیم کارم چیه با توخی یکی میدونم دا بیرون میروی سیگارت میکشی یا نوست میزنی. ما کردور نیستم با تو، کردور نیستم برادر. و نگو که برای نوست کشو یکم نوار میکنی برای سیگارت کشو بو که چی کاره میکنی ایمون دا خودت با عقل خودت میدونی. این چیزا میگو خیلی پروستت شما این قدر میگین مرا میام شاود خیس میام نوار کنم که شما میخونی بخون، نخونی پرود ندارم. فهمیدی؟ با من نمیخونی اخی. خب برادران، این قدر بدبینی برای چیه؟ این قدر حقارت ها و دشنامای قبیح برای چیه؟ نسبتی بابا برای چی اخی؟ نکنین اخی، نامه عملتون سیاه نکنین، گپی خوب بنویسین. نوسها خوابند، آوازم پس گپ زده است. ساعت 3 شبی بابا رکلام میکنه، بابا میگه تسبیح رکلام میکنه، بابا نمازم رکلام میکنه. رکلام میکنه که بخون بچم، بخون. میدونی ایمون در خوش رو میدونی. خب برای همین نوارای بابگی میکنم. بیا نگه نگم گپ قبیح مرا مخدم کو سوال و جواب ای خدا میپرسم، ای تو نمیپرسم. فهمیدی؟ ترم بابا داری قدر غضب دارین، کمیتر رو دمینیسین. چیکارتون کردم بخیر برای یکم گپی قبیحی من
ولی ویدیو میبرویا همشو خطایی ما کردم کو چه خیلی خطا کردم کو ویدیو میکنم بس همه شما میرسونم فهمیدی بابا پادلوی گور بابا برا یوتیوب یه روز ما رو میرم یوتیوب هیچتون بگم هیچتون نمیدونم یادم تا اتید نمیشپم اتید شپک نمیکنم تو پروسته کو هممون مسلمانیم هممون تاجیکیم هممون بهترین چیز وطن داریم استقلالیت داریم فرزانه ملت داریم پیشروی داریم وطنی بیشت آسا داریم شکرانه کنیم فهمیدی؟ درباره فلسطین دیدی ها؟ خب من چند بار نوار کردم خدا جونتون هم هست کنم بدون نوار رو بینیم بابا نوار رو مینی اکه قریب نیست که بخیزم جیل پوستک ما ارخان کنیم بگم کمون بگیریم برام برزیدی اسرائیل بدبخت برام مبارزه برام همین قاعده دست ما هم خیلی بیان دعا میکنیم دعا کردم بو چی میگه نخوشیم فهمیدی؟ بابا روزا دیدگی فهمیدی؟ یادش میگه که بسیار خیلی مرده که خوب بوده خدا توفیق شده میگه تمام حقارت رو کردم تمام دشمن رو کردم تمام پسزنی رو کردم تمام اما مرده که آخرش ایزو کشیده ایسه حقارت دشمن کریه و قویل شد که خیلی کردم همین بابا یوتیوب نمیره و ای قوی کردن این امید نموز تحجد ولی مثلا هاشم نیستم تو لیستوات که تو برای یوتیوب کن نه تونستی و خودشو میکنه روز میشه مرم یوتیوب میرم فهمیدی برای همه بیا دوست باشیم بیا برادر باشیم بیا در پهلو یکدیگر باشیم بیا شکرانه این دولت ملت کنیم شکرانه این سیری و پیری کنیم شکرانه این تنجی و امانی کنیم شکرانه این وطنی بیشت آسا کنیم فهمیدی با همجا یک نواره که گوش کردم محمد یوسف تاجیک من پدر افسوس میخورم که مثل این پدر ما خیلی توجه بسیار نکردم با تربیت فرزند مثل این پدر این بابات کو ات کریتیک میزنم هیچ یگام گپی چه حق میگم شما یگام گناهی مرا بیاین این قد گناه بیاین درباره هم گناه گم میزنم هم بعد گناه چی درباره هم شفته که مرا سیمکا نکنه یا برادر است قدیما میگه خیلی ما سیمکا نگرفتم خیلی من گپ گفتم اونجا والله قسم برادرم در اونجا بود شما وای میکنید همش فقط وجود رقم میدم بیا نمای عملتون سیاه نکنید بخیزه نماز بخونید نماز تهجد بخونید خیال بکنید بابا هر شب نماز تهجد میخونه والله قسم یا خیلی مهار میزنم خواه بوم دو بخیزم افتون نیمروزو شده ما خیلی مخی فقط ای نماز تهجد خیلی شب خیزم خونم پگل کی میدونه که با میزنم خواه با نماز سحرم دایرون نمیکنیم چومالا زنده باش